ها استودنت شحکی مایه وای دانشجوها کی ما السلام بابی ما آمدم السلام در خدمات جون و علیکم بر سلام خوب کردی خندات تزن این همینجا 6 تا فقط رهی تر پاییدشم ایراستی بابی البته من تو رو یاد میکنم سری چای کردر مانده بودم تو خوردی بابی خوب رحمت اگه با من چای کردم تو بخور بفرشتی ای ها آنو جای بولیش دورا گوشی که کش پالک نیست نه بابی من همینجا بش در دیدار جانومه استودنتی باباشه میفهمم آدم به کار فکری هم سازی کار جسمانی وره بفرم میشه پرتو میشه فکر نکنه که فقط کار جسمانی آدم مانده و پرتو میکنه کار فکری هم همه وقت آدم بفرم میکنه مانده میشی پرتو میشی گوش نمیمانی در تجربه که یکان حالی ما خودم چای موندم چای تیار کردم یک جایی میخریم این قلق بشینم یه نفسم برای بابی خودم خیزه میکنم شید قبوله معلش اولی یا که خودم برام چای بیارم همون چای خودم میارم بچه می بش استودنتکی باش بسم الله الرحمن الرحیم گاور جون چای خوشروی دم کردم که همین خیلی چای خوشبو همین خیلی چای همین که فرمای همین جان آدم راحت میکنه مرحمت مایلی خودم چای میکشم چایم میخری بچم آزی همین بابی خیلی میفهمم دانشجو رو کارش بسیاره کتاب میکوه میخونه مینویسه تجربه میآموزه ای استادا خیلی همین خیلی بچم این کسبی که شما انتخاب کردین این دهخانی نیست که یک شاخ درخت بپرونی پیوند کنی این کسبی شما معلمگی شما باید که یک طفلی که عموما در کلاش به غیر بازی هیچی نیست اون کلا رو پوری سواد کنین گهوک جان الله بای بابی سمکت کو همین جای بابی نشد اوی سمکت ای که این کو مراویسو بابی این سونکی من آخه بابی چی کار میکنی؟ نه هیچی بچه اکم نه برای وای گفته سمکی بچه آخه سمکت میده حکی بده دروی ایده دفترات قد میشه این دروی ایده کتاب قد کرده نشو داری اندازی یا که فقط دفترات میگیری داری خلات زن بچه خلات ای هو انا خیریت که قلم داشتی میشه قلم میشه برای نوشتنم میشه
گهور جان حالا بای بابی چه خیلی سمکای او اید چه کرده بابی سونکه ماخی سونکه خی درست سمکه نه که کو در درون سمکه دانشجو باید که بجای انی خیلی چیز بجای هوپا به جای این همین خاک باید که کتاب بسته فهمیدی؟ راست بابی راست آخه بابی ما دخترکم که همه دخترکا استفاده میبرن همه ایره درست نه که حالی تو دانشجویی به جای این باید که در سمکت کتاب باشه انا به جای ایش باشه باید که روشکه باشه قلم باشه فهمیدی؟ ها بابی چه خودشی انا به جای ایش باشه باید در درونی سمکی تو دفتر باشه که بنویسی و کتاب باشه که بخونی برو بین احوال بین اگه ما تلفن گرفتیم که یک علا گفته بپرسند که دختر جان در کجا رسیدی اینا تکنیک یافتی یا نیافتی گشنه نمانده باشی در او خانه بیا بگیم وایه این کار بی احوال بابی آخی زمانی همه تکنیکشی دیگه آخی تکنیکشی او بچه زمانی تکنیکشی دیگه گفته شما دیگه کتاب نمیخونید باید بسیار ترک بخونه بچم اولی چی میگنه بزرگا گفتیان که شاو وقتی که همه جا خاموشی میشه همون وقت در سر دانشی بسیار میخوندگی جا میشه باید که دانشجو همین که ای مکتوبش آمد حتما باید که درساش تیار کنه موضوع معلم گفتگی رو تکرار کنه بخونه بنویسه که باید در مینش جا شوه فهمیدی؟ ها بابی ها بودو کن برای بیرود بازی کنی بدوه بیرود مانه نمی دانشجویه که میخونه شو در معنی سری آدم بسیار تر دانشجو میشه فهمیدی؟ باید تو بیایی خوراک تو بخری من درسکات تیار کنی انا بعد خوب بروی اینه بیرو شوشی تو باشی حاضرم این همین در بالای تلفن من در پیشت شیشتم که قدی گپ زنم تر اول پرسی کنم درجه سوادی تر بسنجم این چی نقمه شوشی دی بجای که درس تیار کنی انا بخوروی تو حالیم تلفن بازی آخه بابی در اینستاگرام همین خبرای این روزه نو پرتوفکن همه رو دیدستم وایا تو او خبر چی میگیری تو بخون بنویس وای خبر 99% دروغه هر کس ای پیش خودش هر چی مینویسه اوجه دیده است که یگان علم در اون اینستاگرامی تو میگفتی که کانال نداره یگان دانشمند کانال نداره یا چی ای کی رو میخونی تو کتاب عالما رو بخون گفتی استادا گفتگی رو ای خود کن شوشی آدم باید شو بخونه در مینه جوشو انا بعد خورو فهمیدی بابی راست آدم باید که شو بخونه ما ایگه پا فهمیدگی مو نه که همین یک گپی دیگه هم بهود و گفتگی نیستن کو بابی کدام گفت آخی نه بابی گفتگی ان کی همو کم بودانی شو نخس خومری آخی چه خیلی؟ آخی میگم بابی همین قدر کم بودن شو بر راحت نخس خومری یعنی کی من شیز نایش کرپچیز پیش آهی